سلام دوستان ویشتی گیمر هستم. امروز با ویدیو دیگه در خدمت شما هست. خب تو ویدیوی قبلی بهتون آموزش دادم که چجوری پابجی رو روی پی سی نصب کنیم. خب گفتم که با یه برنامه به اسم گیم لوپ که الان رو صفحه میبینید مبدل بازی اندروید روی کامپیوتر. خب تو ویدیو قبلی آموزش ندادم که شما رو با محیط برنامه آشنا نکردم و امروز میخوام این کارو کنم. خب خب میدونین که گیم لوپ فقط برای پابجی نیست. میدونین که نگاه کنین رو صفحه بازی دیگه هم هست، مبدل بازی های اندرویده. خب هر بازی که میخواین رو میتونین انتخاب کنین. به عنوان مثلا من تو این گوشه این علامت ذره بینه است، میتونین سرچ کنین. به عنوان مثلا فری فایر میزنیم جایی جستجو میکنم بعد خب میاره. بعد میبینین که خب فری فایر میزنین روش، میتونین دانلود کنین. بغلاش بازی مشابهش رو میاره که میبینین کال آف دیوتی موبایل، پابجی موبایل، کریتیو دستراکشن و بازی های دیگه. خب اینجا این بالا 3 قسمت داره: گیم کنتر، مای گیمز، لایو. خب مای گیمز بازی های شماست که در این قسمت میتونین ببینین. خب من تو ویدیو قبلی یه چیز مهم رو بهتون نگفتم. واسه اینکه بتونی حساب گوگل پلیتون رو روی بازیاتون بزنیم نیاز به برنامه گوگل پلی گیمز دارین که در این قسمت اوردرز میتونین ببینین، میزنیم روش. تو این قسمت بریم دانلودش کنیم. حالا من قبل دانلود کردم و هستش، اما واسه شما که دانلود نکردین مینویسه دانلود به جای اوپن. و از اینکه دانلود کردین، خب به عنوان مثال بازی فری فایر پلی رو میزنیم. بعد از اینکه پلی رو زدین بازی بالا میاد. البته به این زودی نیست، یکم طول میکشه. خب منم با محیط برنامه شما رو آشنا کنم. خب تو این قسمت میتونین دکمه های کیبورد انتخاب کنین که داخل بازی وقتی میزنین مثلا با کدوم دکمه بخوابه، با کدوم دکمه بلند شه، بپره. میزنیم این دو گزینه رو. خب حالا میاره، چند لحظه صبر کنید. خب اینکه داره میاره کم طول میکشه به خاطر اینکه نتم کم ضعیف. خب بذار من ویدیو رو استوب بزنم. خب تو این قسمت این بالا میتونی انتخاب کنین که با کیبورد بازی کنین یا گیم پد یا اون دسته بازی تو. رو هر کدوم که بزنید، مثلا من کیبورد رو انتخاب کردم، میزنین رو هر کدوم. بعد این پایین دکمه سبز رنگ سیو رو میزنین و سیو میشه. خب این بغل گزینه‌های دیگه هم هستن. خب خیلی گزینه کاربردی نیست، اینو ول کنیم. خب اما این گزینه که فول اسکرین میکنه، صفحه نمایش رو بزرگ میکنه. اگرم بخواین از صفحه نمایش بزرگ بیاین بیرون F11. خب این قسمت وقتی اینو میزنیم 2 تا صفحه باز میشه، یعنی میتونید 2 تا بازی رو همزمان داشته باشیم. خب اینم دوباره کاربرد نیست خیلی. اما این ویدیو رکوردر، یعنی شما میتونید با این رو که میزنین میتونین گیم پلی ضبط کنین که من حالا اینو پیشنهاد نمیکنم بهتون و همون با برنامه‌های دیگه گیم پلی بگیرین خیلی بهتره. و گزینه پایین که اکسیت گیم بزنین از بازی خارج میشه. اوکی. و می‌بینید که الان از بازی خارج میشه. اوکی این قسمت برنامه هاتون میاد و هر کدوم کلیک کنین میتونین اون رو بازی کنین. خب من کلا از این میام بیرون. فکر میکنم توضیحات کامل رو داده باشم. حالا این قسمت این رو نگفتم. این بغل یه قسمتی هست لوگ این که اگه به عنوان مثلا حسابتون رو نزده باشین به گیم لوپ،
خب از این قسمت لوگین رو میزنین و میتونین حسابتون رو وارد کنین. خب خیلی ممنون، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.